افعی 008. سخته میبینی که حتی رفیق نداری موقع جنگ، نه سخته میبینی که فقط چند تا ناکس پشتت. آره سخته ولی درد داره که اون رفیقای پشتت و گشنه تشنه دنبال خونت. این حقیقتی است که با چش دیدم ولی هرگز پا با قبل نذاشتم. من میرن جلو بدون ترس استرا و از همه جلوتر همیشه تو انتها. کسی نمیشته گیه کنن، کسی منو درد کنه. من اصلا خستم از همه چی بریدن، کسی نمیفهمه یک کارن، کسی نمیفهمه دربارم. من خودمو بستم شدم با این حالی مریضم. خستم از همه، خستم از این که نمیتونم صدامو بکشم. خودمو باز جمع کردم، کسی رو ندارم دوران غیر از داداشم. اون به من نشون داد راه و چاه تو این جهنمی که گرگن همه که گوسفند دنبال چپونه. با این سمنیه که نمیدونه همون چپون میتونه سرشو بزنه. حالا اینا به کنار باشه، درد رفتنش نمیتونه درمان باشه. درمان درد من حق منه که خوردنش همه، چون هزارم چون افغانم فرق دارم با دیگه افغان. همه با آن شده افغانستان قشنگه ولی هنوز مشکل داره. این روزای قشنگم باز میگذره، مرورش میکنه مثل خاطرات شیرینی گذاشته. ولی با این حال مرور همیدون تلخ باشه. تلخی کار وقتی چشیدن که پدر مادر نبود پشتم و نداشتم من تو کوی پشتم. یه خالیگاه آری از درد بود پشتم ولی نیست اینا برام مهم. من خودم تنها کشیدم، خودم بالا حالم رسیدم به انتها. چشیدن دم همه چی برام هیچ شدی ها. چون یه گرگ بارون دیدن، درد و رنج با چش دیدم من تو این جهنم. ولی این جهنم ساختم افیه می پدر ترس و واقعی. من میخواستم شبا توی تاریکی مثل گنگ واقعی، نه مثل این چاخالا. هرچو ببرم بالا سرم بگاه بدم حالا. به من نگاه کردی بالا، دیدی که رسیدم بالا. حالا قولی که دادم بهت انجام دادم. حالا دارم میبینم مشکیه حل دادا. نگاه به ساعت دستم و تک تک ثانیه‌ها رو میشمارم. با این حال که میرسه روز انتخاب نزدیک میشم من بهش هر سال. مطمئن باشون روز مرگ تست و بس. با اون واقع لذت بکش بس، چون میام رو گردن میکشم رو حدن اسرائیلت. منم با خبر از طرف من گفتن بود هر که دست رفت دو باشد. حال رو هر چون دوست دارید تو باشید.